سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. توی این آموزش میخوام بهتون یاد بدم که چطوری به هر مابی که میخواید تبدیل بشید. واقعا مود خیلی خفنیه. به این صورتی که میبینید به هر مابی که میخواید میتونید تبدیل بشید. بریم برای آموزش. لیتس گو. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه از ما حمایت کنید. خب بچه ها، شما برای دانلود این مود فقط کافیه وارد روبیکای خودتون بشید و آیدی کانال منو سرچ کنید. آیدی کانال هم توی دیسکریپشن ویدیو میذارم. به این صورت سرچ کنید آیدی کانال ماینکرافت خط فاصله موبایل. وارد کانال ما میشید، قسمت 3 نقطه رو میزنید، جستجو رو میزنید و بنویسید 466. این بود که برای شما بالا اومد. کافیه دانلودش کنید و به ماینکرافتتون بازش کنید. خب بچه ها، با ماینکرافتتون که بازش کردید اینجایی نوشته میاد که باید صبر کنید تا بره و مودتون بالا بیاد. میرید توی ماینکرافت و دکمه کریت نیو ورد رو میزنید که برید روی دنیا میسازید. گیم مود رو میزنید رو کریتیو، میایید پایین روی این گزینه که الان دارم نشون میدم میزنید و اینجا این مود همون مودیه که شما ریختید. باید این مود رو اکتیو کنید. به این صورت که اکتیوش کردید روی گزینه بالایی میزنید. اینجا هم باید اکتیوش کنید و به همین صورت، البته ممکنه اکتیو شده باشه به صورت اتومات، اما اگه اینطوری نشده باشه باید بزنید روی این گزینه و اکتیوش کنید. مود شما آماده است. دنیای خودتون رو میسازید و صبر میکنید تا به این صورت دنیاتون بالا بیاد. به همین صورت که میبینید الان دنیای ما ساخته شد. اینجا یک کتاب میده که زیاد کتاب به درد بخور نیست، اما اون یه دونه آیتمی که میده همون آیتمیه که شما برای تبدیل شدن به ماب ها نیاز دارید. آیتم هم اینطوری کار میکنه که شما باید به هر مابی که دلتون میخواد تبدیل بشید نزدیک اون ماب بشید و میتونید تبدیلش به اون ماب بشید. به این صورت که الان دارید میبینید. مثلا الان من نزدیک این شدم و میتونم تبدیل بشم. باید بشینید توی ماینکرافت و روی صفحه فشار بدید تا به این صورت بتونید یه گزینه میاره تا به این صورت بتونید به مابی که میخواید تبدیل بشید. گفتم که مود خیلی خیلی خوبیه. از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ.